تقدیم کتاب بیزوال شاهنامه ابوالقاسم فردوسی که با اقدام نیکی فرهنگ پرورانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از نو و با صفت بلند نشر گردیده به هر یک خانواده کشور دسترس می‌گردد، در ناحیه جبار رسولوف آغاز گردید. کتاب مذکور برای 25325 نفر خانواده ناحیه با اشتراک گروه‌های کاری تقدیم کرده می‌شود. این اقدام نیکی سرور دولت که با مقصد تحکیم خودشناسی، احیای ارزش‌های ملی و بالا بردن ذوق مطالعه در بین اهالی به راه مانده شده است، از جانب ساکنان ناحیه با صمیمیت و احساس بلند وطنداری پذیرفته شد. ساکنان ناحیه با شکرگزاری از زمان صاحب استقلالی کشور اظهار داشتند که شاهنامه همچون گنجینه بیزوال در تربیه حس وطندوستی، خودشناسی و احترام به میراث نیاگان نقش مهم دارد. باعث خوشنودی و سرفرازی است که امروز کاروان کتاب شاهنامه بیزوال حکیم ابوالقاسم فردوسی به ناحیه جبار رسولوف نیز آمده رسید که این تحفه خیلی ارزشمندی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به هر یک ساکن کشور می باشد. شاهنامه نگهدارنده تاریخ، شاهنامه احیا کننده ارزش‌های ملی، شاهنامه تربیتگر نسل نورس در روحیه جوانمردی و پهلوانی و وطن دوستی. ساکنان ناحیه جبار رسولوف با احساس بلند وطنداری این اقدام راهبر دولت را نه تنها یک تحفه بلکه پیام بی‌واسطه بیدارسازی هویت ملی و احیای خودشناسی می‌حسابند. شاهنامه آینه مقدس تاریخ ملت بوده، رمز جسارت و مردانگی، عدالت و خردمندی و اصالت نیاگان است. همین است که مردم ناحیه یک دلانه با روحیه بلند و سپاسمندی این تحفه بی‌نظیر را قبول نموده اظهار داشتند که اقدام مذکور سری وقتی بوده بهر بیداری نسل نورس و جوان در روحیه وطندوستی کمک می‌رساند. ما امروز مردم ناحیه جبار رسولوف خرسندیمان بی‌کنار است، زیرا تحفه پیشوای معظم ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی آمده رسید. من در دستم کتاب حکیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامه است و چند پیش به 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان بخشیده به هر یک خاندان کتابی تاجیکانی بابا جان غفورов را تحفه کرده بودند و ما از این تحفه ها خیلی خرسند هستیم. نقش کتاب در حس وطن دوستی، میهن پرستی، جسارت، مردانگی خیلی بزرگ است. ما می توانیم در عائله به فرزندان از این قرائت ها کنیم. شاهنامه کتاب خودشناسی ملی، مکتب مردانگی و رمز افتخار دولتداری تاجیکان بوده، در دل هر ساکن مملکت احساس افتخار از گذشته و مسئولیت برای امروزه را بیدار می‌کند.